او حالا خیلی جوان است. چه خیلی به جنگ می رود. پسری مرا نجات دهید. نزدیکان جوان تنها بعد یک زنگ شبهناک فهمیدند که او در یکی از منطقه‌های اشغال شده اوکراین است. با گفته پدرش نفری که خود را کارمند کمیسریات حربی معرفی کرد به آنها خبر داد که فرزندشان در وزارت دفاع روسیه شهرنامه بسته دوره آموزشی را در لوهانسک می‌گذراند. روزی 4 سپتامبر به من زنگ زده نام و نسب مرا گفتند و این خبر را رساندند. پسر شما برای رفتن به عملیات مخصوص شرطنامه امضا کرده است. معلومات‌های شناسنامه او را فرستید، مبلغ را به شما می‌گذرانیم. بعد این صحبت فوراً به پسر کلونیام زنگ زدند. آنها به مقامات داخلدار مراجعت کردند و به ادوکات در روسیه تماس گرفتند. حقوقشناس گفت که این رقم به کمیسریات یگان علاقه ندارد. ما به نتیجه رسیدیم که قلابان به ما زنگ زدند. با گفته پیوندانش جوان در یکی از محبس‌های جمهوری تیوای روسیه ادای جزا می‌کرد. خانواده تنها با واسطه مکتوب با پسرشان تماس داشتند. خانواده آخرین مکتوب را ماه آگوست گرفتند. دری نگذشته خود جوان تماس گرفت و گفت که 15 روز باز در تمرینگاه است و او را برای فرستادن به جنگ آماده می‌کنند. جوان با نزدیکانش خبر داده است که شهرنامه را در زیر شکنجه امضا کرده است. پسرم گفت که او را هر روز شکنجه کردند، عذاب دادند. روزانه او را مجبور کردند که کار کند و شبانه باز دادند. برای همین مجبور شده است به شرطنامه امضا ماند. او پسری آرام و شرمگین است. با گفته این زن پسرش ماه فوریه سال گذشته برای کار به روسیه رفته بود. ماه مای پلیس او را با گمان قصد تجاوز یک زن بازداشت کرده است. تفتیشات زیاده از نیم سال دوام کرد و در ماه دکبر دادگاه جوان را به 3 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش باور دارند که جوان قربانی تهمت شده است. در جای حادثه دوربین ها بودند. در ویدیو دیده می شود که او زن را تنها تیله داده است. زن بعداً خودش به نزدیک آمده است. زن در حالت مستی بود. دادگاه همه این دلیل ها را نادیده گرفت. یگان حالت زورآوری نبود. برادرم را بدون دلیل جزا دادند. پدر جوان قرغیز میگوید که آنها درباره مجبوران به جنگ فرستادن محبوسان در روسیه آگاه بودند. برای همین از روز اول بازداشت فرزندشان را آگاه کردند که در زیر هیچ شرایط شهرنامه را امضا نکند. ما هممون در این باره میدونستیم. برادر کلونیش به نزد پسرم به بازداشتگاه موقتی مسکو در اومده با او هشدار داد که در هیچ شرایط شرطنامه را امضا نکن. پسرم وعده داد که شرطنامه را امضا نمیکند. تا آغاز مرافعه دادگاهی 4-5 مرتبه او را وادار کردند که شرطنامه را امضا کند. با او وعده دادند که برایش مبلغ زیاد میدهند و بعد 2-3 ماه جنگ آزاد می شود. با او گفتم که راضی نشود. بعد انتقال به زندان تیوا نیز با او نوشتیم که شرطنامه را امضا نکند. ایرلندبک توکتوسونوف از حقوقهای این جوان قرغیز در دادگاه حمایت کرده است. حامی حقوق نقل میکند که جوان میخواست دوری ادای جزا را در وطنش گذراند و حجتها برای انتقال او به قرغیزستان آماده بود. حامی حقوق نیز باور دارد که جوان در زیر فشار شهرنامه رفتن به جنگ را امضا کرده است. وزارت کارهای خارجه باید به جانب روسیه نوت فرستد. در سفارت ما در روسیه بخشی کنسولی است و کارمندان این بخش باید با جوان واخورند و شخصا با او صحبت کنند در کجایی که نباشد. آنها وظیفه دارند پرسند که این کار چه خیل شد و جوان شرطنامه را اختیاراً امضا کرده است یا در زیر فشار. اگر او در حقیقت با اختیار خود شرطنامه را امضا کرده باشد باید در این باره زبان خط دهد، ولی اگر گوید که شرطنامه را در زیر فشار امضا کرده است، بخش کنسولی و وزارت کارهای خارجه قرقیزستان وظیفه دارند که در این باره چاره اندیشند. پیوندان جوان قرغیز از حکومت کشورشان درخواست کمک دارند تا فرزند آنها را از جنگ بیگانه نجات دهند. آنها ترس دارند که پسرشان کشته می شود. رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قمچبک قدیرشایویچ، پرزیدنت قرغیزستان صادر نورگاژایویچ، من بیبی او هستم. 75 سال دارم. التماس دارم کمک کنید. پیوندان جوان همچنین برای کمک به وزارت کارهای خارجه قرغیزستان مراجعت کردند. در وزارت گفتند با سفارت این کشور در روسیه دستور فوری فرستادند تا مسئله را روشن کرده چاره ضروری اندیشند.